درود به همه ایرانی‌ها. صبح و ظهر و عصر و شبتون بخیر. شما بگیرین بخوابین، خلیج فارس رو بزنن عرب. مردم ایران نخوابین، اینا بی شرفن. چرا گوش نمی کنین به خدا؟ میخواین بدبخت بشین ایرانیا؟ اینا حروم لقمن، ولکن بلند شین. این چه وضع ما ایران داریم؟ چطور موقع که شاه خدا بیامرز بود همه تون یهو مثل وحشیان ریختین تو خیابون بلا نسبت؟ چطور اونجا بد نبود الان بد شده؟ همه تون لال شدی، گرفتی خوابیدی، تریاک، حشیش، همه در اختیارتون. بدبخت کردین خودتونو. بلند شین خودتونو نگه دارین. بلند شین مقاومت کنین با این عقب افتادای جمهوری اسلامی، با این آخوندهای بی شرف نامروت. آخه تا کی میخواین کلتونو بکنی زیر برف؟ بسته دیگه. به خدا خجالت بکشی. همین دنیا داره به مردم ایران میخنده، به ریشتون میخندن. میکنن. باز خجالت نمیکشی. بلند شین. همین مردم ایران که توی خارجن، بی ما چه مربوطه؟ چرا به شما چه مربوطه؟ بی شورا. اونهایی که در اروپا هستن چرا فکر کشورتون نمی کنین؟ چرا انقدر نانجیب شدیم بلا نسبت؟ شما باید خجالت بکشی. اگر خلیج فارس رو بذارم عرب دیگه واواست. تا دنیا نوه و نتیجه و نبیره و جد در جد میشه خلیج عرب. بسته. بی حیا بازی در نکنید بنا نسبت. واقعا خجالت داره. واقعا میگم خجالت داره. آبرو خودتون رو ایرانیا دارین میبرید تو همه کشورها. اینا بی بخارن، اینا مخ ندارن ایرانیا. بسته دیگه. خجالت داره. خدا بیامرز شاهنشاه نذاش. هرکی دهن گشادشو واز میکرد میگفت خلیج عرب، میگفت جوابشو جانانه میداد. شما ایرانی ها نشستی میگی لنگش کن. چیه؟ کی میاد شما نجات بده؟ همون ترام دیوونه، خلیچه وامونده. غلط میکنی ترام برمیگردی میگی خلیج عرب. تو غلط میکنی با اون دهن جد و آبادت. ترام دیوونه روانی و زنجیری خلیچه. تو غلط میکنی بدون اجازه مردم ایران خلیج عرب. تو از کجا آمدی؟ برو خداوند عیسی مسیح ببخشته. تو مسیح، تو اگر وجدان داری، اگر شرف داری، چرا میگی خلیج عرب؟ تو بی خود میکنی. شما اجازه نداری کشور ما رو بذاری خلیج عرب. مردم ایران بلند شین. چقدر دیگه بکشین؟ آبادانی که از بین بردن، دارن تو شهرهای دیگه مثل کرج دارن بمبارون میکنن. چرا میذارین؟ چرا اجازه میدین؟ مردای ما چی شدن؟ بی غیرت شدن. غیرت نیست تو وجودشون دیگه. همه خوابیدن بلا نسبت. تریاکی و معتاد و حشیش و خامنه ای خدا ازت نگذره. آخوندهای شپشو بوگندو، نانجیبان، نامردای بی وجدان، جوونای ما رو بدبخت کردین. ایشالا سر بچه هاتون بیاد. خامنه ای خدا جواب تو بده. سپاهی که بلند میشی بچه های ما رو میزنی. اون لباس شخصی های کثیف. واقعا لجن و کثیف و آشغال هستی شما. اون افغانی دهنگنده کثیف بلا نسبت افغانا پدرسگ میگه زنای ایرانی
شما مردای ایرانی چطور خجالت نمیکشی اینجوری افغانی بیاد این زرزرا رو بکنه واسه ما؟ بلند شی خجالت بکشی. شما شدین خرس و خرگوش بلا نسبت. ببخشید. خداحافظ. روز آزادی ایران.